امروز میخوایم راجع به وسواس حرف بزنیم. به کسایی که حساسیت شدید روانی مثلا در امور طهارت و نجاست دارن که زودتر از دیگران یقین به نجاست یا دیرتر از دیگران یقین به طهارت چیزی پیدا میکنن، در فقه وسواسی میگن که خدا تکلیفشون رو مشخص کرده. اونم اینه که آدم وسواسی توی مسائل شرعی نباید به وسواسش اعتنا کنه. یادتون باشه توی دین ما اصل بر طهارت هر چیزیه و تا زمانی که یقین به نجاست چیزی نداریم اون چیز پاکه، حتی اگر احتمال زیادی بدیم که نجس باشه. پس وسواسیای محترم بی خودی آب و اسراف نکنین و به شور بساب راه نندازین لطفاً. وسواس فقط در شستشو نیستا. مثلا اگه توی نماز نسبت به تعداد رکعات و خوندن یا نخوندن چیزی دچار وسواس شدین، باید بیخیال وسواستون بشین و مبنا رو هم همیشه بذارین بر اینکه چی درست بوده نمازتون. راستی وسواس دوا و درمونم داره که بهتره زودتر سراغش بریم تا بقیه کمتر اذیت بشن.